بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. خبری میرسد از راه، خبر نزدیک است. خبری میرسد از راه، خبر نزدیک است. آب و آینه بیارید، سحر نزدیک است. طبق آیات و روایات رسیده ای قوم، جمعه آمدن او به نظر نزدیک است. قطره چون رود شود راه به جایی ببرد، به دعای فرج جمع اثر نزدیک است. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام مردم، سلام منتظران ظهور حضرت مهدی موعود. ارواحنا له الفدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاد خدا. الهی که خیلی زود چشمانمون به رخسار دلارای مهدی فاطمه علیهم السلام روشن و منور بشه و برسیم به اون جمعه وعده داده شده. از شما دعوت میکنم یاد خدا رو تا پایان همراهی بفرمایید. یاد خدایی که از هفته گذشته در روزهای جمعه با مبحث مهدویت شروع شده. متخصص و بلد راهش هم حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت عزیز هستن که الانم باز بنده با افتخار خدمتشون هستم و بهشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا خیلی خوش آمدید، خوشحالم از زیارت. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز، سلام خدمت همه بینندگان عزیزم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا بریم سراغ بحثمون که هفته قبل خدمتون بودیم. رسیدیم به اینجا که یک روایت از کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه رو میفرمودیم که رشته شیخ صدوق رضوان الله علیه هست که ما در دورانی که دسترسی نداریم به امام معصوم باید اهل استغاثه و توسل به امام باشیم. بسم الله. عرض شد که این کتابیه که امام زمان علیه السلام روش پژوهش دادن به شیخ صدوق. دیدین مثلا اساتید دانشگاه، نمیخوام مقایسه بکنم، مثال دارم میزنم، اساتید دانشگاه گاهی اوقات به دانشجویان خودشون میگن ببین این موضوع رو برای رسیدن به این هدف کار بکنید، این رساله رو بنویسید. امام زمان به شیخ صدوق که میدونید شیخ صدوق با دعای امام زمان متولد شد، یه موضوع پژوهش دادن. فرمودن چرا این کتاب رو نمی نویسید که توش اثبات بکنید همه انبیا غیبت داشتن و امت انبیا کارهایی رو انجام دادن، تلاشهایی رو کردن، استغاثه‌ای داشتن، توسل داشتن برای اینکه این غیبت کوتاه بشه و ظهور امامشون پیغمبرشون محقق بشه. ایشون این کتاب رو نوشتن، اسمش رو گذاشتن کمال الدین و تمام النعمه. یکی از اون روایات این کتاب که از امام باقر علیه السلام ان ابی حمزه الصومالی، اما ابو حمزه معروف، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام، ایشون فرمودن که فدخلوا عین دخلوا، هر جا که اهل بیت رفتن شما وارد بشین. حالا اگر اهل بیت رو ندیدید، ان اصبحتم یوما لا ترون منهم احدا، هیچ کم از اهل بیت رو ندیدید، مثل زمان امروز ما که در دوران غیبت هستیم، اولین کاری که انجام میدید اینه فاستغیثوا بالله، استغاثه بکنید. فاقس یا قیاس المستغیثین عبید کل مبتلا فارهی سیده یا شدید القوا. بابا ما الان بیچاره شدیم، ما الان مبتلا هستیم، بلای ما اینه که اماممون رو نمیتونیم ببینیم، نه نیستا هست، غایب حاضره، خورشید پشت ابره، ما خورشید رو نمیتونیم ببینیم، از نورش بهره مندیم. الان داریم نفس میکشیم، با شما صحبت میکنیم، به یمنهی رزق الورا، به واسطه برکت حضرت که ما داریم زندگی میکنیم. و به وجودهی ثبتت الارض و السما. احسن. عین السبب المتصل بین الارض و السما. اصلا این که باران میباره، این که ما تو نعمت هستیم به خاطر امام زمان. بعد حضرت فرمودن اولین کاری که میکنید استغاثه بکنید. دومین کار ونظر سنت التی کنتم علیها، به سیره و سنت ما عمل بکنید. عشق و محبتتون به اون افرادی باشه که ما دوستشون داریم. سلم لمن سالمکم یا ابا عبدالله، تسلیم تو هستم. حرب لمن حاربکم یا ابا عبدالله،
محور تو هستی امام زمان. هر کسی که دشمن تو باشه دشمنشم، هر کسی که ولی تو باشه یار تو باشه ناصر تو باشه منم کمک کارش هستم. و احبوا من کنتم تحبون و ابغضوا من کنتم تبغضون فما اسرع ما یأتیکم الفرج. چقدر زود شما به فرج میرسید. ببین راهکار دادن دیگه. خدا این کارو بکنید به اون یقینیات. خدا رحمت بکنه آقای بهجت. هر بار هر کسی، من خدا شاید 2 سال درس ایشون میرفتم، آنچه که از ایشون متوجه شدم، هر کسی بهشون گفت توصیه چیزی، شما گفتم اون که یقین داری عمل بکن. تو که یقین داری اهل بیت چه چیزایی رو دوست دارن، یقین داری نستجیر رو بلا اهل نجاست و شرابخوری و فلان نبودن، لب به نجاست نزن. میدونی راستگویی رو دوست داشتن، میدونی نماز اول وقت رو دوست داشتن، این کار رو انجام بده. بعد همین موضوع که تو جبهه حق رو بشناس، همراهی بکن با جبهه حق، باطل رو بشناس، با باطل دشمنی بکن و استغاثه بالله بکن. تو یقین بدون فرج محقق میشه. ببین آقای قوامی عزیز، ما مشکلمون اینه نوع فرهنگی که داره الان توی فضای محیط جامعه القا میشه، گاهی اوقات فرهنگی نیستش که اضطرار ایجاد بکنه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر چه رویید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. آدم در جستجوی چیزی باشه بهش میرسه. وقتی ما طالب دنیا باشیم، آقا تو تبلیغات و فلان و فلان و فلان یه جوری القا بشه که انگار قله اون دنیاست. دختر خانوم ما وقتی میخواد، من معذرت میخوام مثالی میزنم که مداری کاربردی باشه، وقتی خواستگار برای دختر خانوم ما میاد، تو ذهنش نمیاد که من ازدواج بکنم، یه زندگی پایگاه امام زمان رو اینجا تشکیل بدم. میدونید ولایت حضرت سنگینه، ان امرنا صعب مستصعب. این امر سنگین رو کارگاه وزنه ولایت امام زمان رو زدن که گفتیم آخر زمان کار خیلی سخت میشه، غربالگری اتفاق میفته، ایمان تو دست نگه داشتن، ایمان تو قلب نگه داشتن مثل آتش تو دست نگه داشتنه. چه چیزی باعث میشه ما ایزا تمرین بکنیم؟ خانواده است. خانواده اون وزنه سنگین رو میتونیم توش تمرین بکنیم. اینایی که وزنه بردار هستن باشگاه دارن تمرین میکنن، باشگاه خانواده است. من بتونم با همسرم بسازم، خدایی زندگی بکنم، هوای همدیگر رو تو مسیر امام زمان داشته باشیم. حالا دختر خانم به جای که این چی بیاد تو ذهنش، اولین چیزی که تو ذهنش میاد حقوقش چقدره، خونه از خودش داره. الان اومد دم در خونه ما با ماشین خودش اومد، یا رفت ماشین امانت گرفت. تو کسی که ماشین نداشته باشه باشه ازدواج نمی‌کنه. یوسف تو روایت داره، تو تفسیر البرهان هست، بنیامین اومد پیش یوسف، یوسف گفت خب چطوری، چی کار می‌کردی؟ ازدواج کردی بنیامین؟ گفت آره آقا. گفت تو چطور بدونی من تونستی ازدواج بکنی؟ تو که من عاشق من نبودی. بنیامین گفت به عشق تو اتفاقا ازدواج کردم، اسم بچه‌هامو اسمی گذاشتم که تو رو از دست دادم، به یکی گفتم قمیص، یاد اون پیراهنی افتادم که از تو برداشتن، اومدم به بابا گفتن. همین جوری هر کدوم از بچه‌ها رو صدا می‌زدیم یاد تو بودیم، بچه‌ها رو به عشق تو تربیت کردیم. ما همه دنبال این بودیم که تو رو پیدا بکنی. وقت دختر خانم ما میتونه این موضوع نیت بکنه، معمولا تو ذهنا نمیاد. چرا؟ چون ما مضطر نیستیم. بعد چقدر زیبا میگه هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. میدونین من یه فرمولی احساس میکنم وجود داره، یا ما آدما خودمون متوجه این اضطراره میشویم و به کنهش دست پیدا میکنیم و همین باعث فرج میشه، یا اگه ما متوجه نشیم خدا ما رو متوجه خواهد کرد. یعنی انقدر بلا، انقدر بحران، مثل بنی اسرائیل، اونا متوجه شدن، زجه زدن، از خدا خواستن، 170 سال کم شد. اما اگه نشیم خدا انقدر کارو به جای میرسونه، آره، تا به اوجش برسونه و انتهای دوران غیبتمون. دقیقاً باید این آیه محقق بشه. سوره نمل آیه 62، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. باید به حالت اضطرار برسیم تا خدا جواب بده، امن یجیب. بعد خدا میفرماید و یجعلکم خلفاء الارض و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی با این اضطرار شما خلفاء الارض میشید.
خدا توی قرآن میفرماید که ما عهد کردیم که زمین رو بدیم دست مستضعفین. منتها مستضعفین باید به این مرحله اضطرار برسن. به مرحله اضطرار رسیدن اگر با توسل نرسیم خدای نکرده بلا میاد. پس بریم سراغ توسل. این که رهبر عزیزمون خیلی جمله نابی رو من حضرت آقای حاجی اکبری بیان کردن، خیلی خوب بود، ان شاءالله مردم هم انجام بدن. سوره فتح و دعای 14 صحیفه سجده، دعا توسله. دعای توسل هم فرمودن اتفاقا. دعای توسل به 14 اسما این ستا رو فرمودن. بله. ما رو یه سم میخوام الان بیان بکنم. این صحیفه فاطمیه دعاهای حضرت زهراست. میخواید توسل بکنید، میخواید استغاثه بکنید، اون استغاثه‌ای که حضرت زهرا انجام میدادن یکیشو بیان میکنم. بفهم. توی بخش 5 این کتاب جابر بن عبدالله انصاری هم بیان میکنه که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فاطمه زهرا یه دعایی یاد دادن، بهشون اینجوری فرمودن هنگامی که مصیبتی بر شما وارد شد. آقا چه مصیبتی بالاتر از مصیبت دوری از امام زمان؟ چه مصیبتی بالاتر از این که امروز دشمنان دنبال این هستن بر ما غلبه پیدا بکنن؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، غیبت ولینا، کثرت عدونا، قلت عددنا. این مصیبت دیگه. بله بله. حضرت فرمودن اینجا چیکار بکنین؟ او خفتما جور سلطان، میترسید رژیم صهیونیست بیاد چیکار بکنه؟ کارو دست بگیره. میترسید. اگر این حالت بهتون دست داد چیکار بکنید؟ توسل بکنید. آقا هم فرمودن رهبر عزیزمون توسل بکنید. ان شاء الله. خیلی ممنونم حاج هدایت عزیز، مثل همیشه خیلی کیف کردیم و لذت بردیم. اجرتون با حضرت زهرا باشه. الهی که عیدی من و شما این روزها فرج امام زمانمون باشه، چشممون به رخسار دلارای آخرین فرزند معصوم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روشن و منور بشه. جهان از این اضطراری که درگیرش شده و روز به روز هم داره بیشتر میشه، از این دلهره، از این وحشت، از این ناامنی، از این بی‌عدالتی، هر چه زود